صحرای الجزایر آزمایشگاهی برای مرگ یا تمدن. آینه تاریخ چهره واقعی مدعیان تمدن و آزادی را بی پرده نشان می‌دهد. آنانی که در پس نقاب حقوق بشر، خشونت، نسل کشی و تحقیر ملت‌های مسلمان را در کارنامه دارند. از جمله شواهد تلخ این مدعای متناقض عملکرد استعماری فرانسه در سرزمین‌های اسلامی است. در سال 1917 میلادی فرانسه در چاد 400 عالم مسلمان را به شکلی فجیع قتل عام کرد. جنایتی که گواهی است بر شکاف عمیق میان ادعاهای اخلاقی غرب و عملکرد واقعیش. در سال 1852 میلادی با ورود نیروهای فرانسوی به شهر الغوات الجزایر 2/3 ساکنان بی‌دفاع در شبی خونین به آتش کشیده شدند. بین سالهای 1960 تا 1966 17 آزمایش هسته‌ای فرانسه در صحرای الجزایر نه تنها هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد، بلکه اثرات مرگبار رادیواکتیو آن تا امروز نیز باقی است. تخمین قربانیان بین 27,000 تا 100,000 نفر متغیر است. خروج استعمارگران در 1962 نیز پایان جنایات نبود. حدود 11 میلیون مین مرگبار به جا گذاشتند که توسعه و امنیت مناطق را تا سالها مختل ساخت. فرانسه طی 132 سال اشغال الجزایر به ویژه در آغاز و پایان سلطه‌اش میلیون‌ها انسان بیگناه را قتل عام کرد. بر اساس گزارش ژاک گورگی، مورخ فرانسوی، شمار قربانیان این اشغال به 10 میلیون نفر می رسید. فرانسه 132 سال تمام الجزایر را در چنگال استعمار خیش اسیر کرد. در 7 سال نخست اشغال نزدیک به 1 میلیون مسلمان بیگناه را به خاک و خون کشید و در 7 سال پایانی بیش از 1.5 میلیون نفر را قربانی مطامع خیش ساخت. در حمله ناپلئون به مصر سربازان فرانسوی به مساجد تاختند، به نوامیس مردم تعرض کردند و حرمت اماکن مقدس را شکستند. فرانسه تونس را 75 سال، الجزایر را 132 سال، مراکش را 44 سال و موریتانی را 60 سال به بند کشید و این دوران سیاه چیزی جز جنگ، کشتار، ترور و وحشت برای مردم این سرزمین به ارمغان نیاورد. با وجود این همه شواهد تاریخی مستند، شگفت آور نیست که چگونه امروز اسلام را دین تروریسم می‌خوانند. رسالت امروز ماست که این تاریخ را بازخوانی کنیم و نسل جوان را از حقیقت چهره استعمار و دروغ‌های مدرن آگاه سازیم.